خدا نشستی لم دادی میگم برو شد کولر رو بکنم خود نشستی اینجوری میکنی؟ والا انگار علی حاتمیه عوامل نشستن. خب آمادم آبتو خوردی؟ این ویدیو سلام نداره. ای بابا داشتم تازه نفس تازه میکردم. آقایان پای صحنه عوامل مخلصیم ساکت باشیم ببینیم چی میگن. این سلام نداره است. یهو دیدم الان وقتشه که سلام نداره. بچه‌ها سکوت جان بگو که جوابی نمیخوام بدم کلا. آقای محترم من اتوی سرومی خریدم تازه 3 روزه چون که بودجه نداشتم. نظرتون راجع به این اتو چیه؟ خیلی خوبه فقط لطفاً یه خود وقتشو بیشتر کنید. وقت برنامه رو وقت بگیریم اومدم سر کار بذارم. منم برادر کلا سرم چیز خوبیه تقویت کننده است. جمع از خنده دک مریض میشی میری دکتر سرم میزنی. من آمپول میزنم سرم دوست ندارم. آمپول نه بابا خدایی درد داره سرم بهتره. خب بعضی موقع ما لباسامون مریض میشن سرم میزنیم همون لباسامون حالش خوب میشه. نه کلا اتو سرمی برای مصارف خونگی خوبه. برای اینکه شما بخواید مثلا هفته 2 تا لباس بدوزید. خب لایو گذاشتم در موردش لایو برگزار کردم تو کانال آپارات ذخیره شده و ممنون که نگاه نمی‌کنید. همین رو توضیح دادیم اونجا. خب من چطوری میتونم از دورهاتون استفاده کنم؟ یه دوره نازک دوز و مردانه دوز رفتم ولی میخوام خیاطی کنم. صفرم و با دوره‌های شما پیش برم لطفا راهنمایی کنید. باید بری اطلاعات کلاس‌ها رو مطالعه بکنی، زنگ بزنی تعیین ساعت مشاوره بشی، مشاوره راهنمایی بکنن. بعد آموزش میبینی، به مهارت میرسی، یه ذره وسیله میخری، اگه داری که چه بهتر، اگه نداری میری میخری. ولی مهمتر اینه که بعد یاد بگیری، بعد با اون وسیله کار بکنی، بعد به فکر این باشی که تجهیزات حرفه‌ای تهیه کنی. البته اگر پول داری میتونی از اول تجهیزات حرفه‌ای بخری. اگه نداری یه تجهیزات معمولی بخر، یاد بگیر، یه ذره پول در بیار، بعد برو تجهیزات حرفه‌ای بخر از پولی که در آوردی از مشتری گرفتی. خب سلام، برای کلاس‌های حضوری در کرج کجا باید مراجعه کنیم؟ کلاس حضوری اول باید زنگ میزنید آموزشگاه، تعیین ساعت مشاوره بشی. اگه اجازه ثبت نام بهت داده شد اون موقع بهت میگیم چیکار باید بکنیم. به زودی هم کلا اعلام میکنیم همایشامون تون برگزار میشه کلاس‌های حضوریمون و برای هنرجوهای کلاس‌های مجازی خبر خیلی خوبی داریم. بعدی چقدر سخت خیاطی کردن شما؟ چقدر حساب و کتاب و فرمول داره؟ فرمول نداره اصلا. واسه منم عجیب بود این کامنت. اصلا مثل من فرمول نداره. حساب کتاب اون مولر گرلاوینه که حساب کتاب داره تقسیم کن و علاوه کن، این بره بگیر اون بره حساب کن، اون بره بگیر این بره حساب کن. نه واسه ما اصلا همچین چیزی نداره. خب اینا آخه میدونید چیه؟ انقدر رفتن مولر گرلاوین و الگو آماده دیدن فکر کردن خیاطی اینقدر آبدو خیاری و چی میگن شلووله. نه واقعا خیاطی یه کار تخصصیه و ما داریم تحول ایجاد میکنیم در کلا این صنعت. اگر بشه در ایران همچین کاری کرد ما شاید بتونیم انجامش بدیم. خدا رو شکر.